دوستان فوتبال، خیلی که همه ما شما شاهد هستیم از اول ماه ینور است که در جماعت دهات رامید مسابقه فوتبال بازی یعنی که جام رامید 2023 برگزار میگرده و عین حال ما شاهدی حال گشتیم که در فینال دسته نواباد و با رامید یک خوب آزمایی نمودند و سزاوار جام رامید 2023 دسته رامید گردید. به همین خاطر خیلی که اعضایان و تشکیل کنندگان این مسابقه به قید گرفتن و خلاصه انیق برآوردن. در همه مسابقه 8 دسته اشتراک کرد. همه ما شما شاهد هستیم. طبق خلاصه نمایندگان همه تشکیل کننده بازی معین کردن بهترین فوتبال بازی جوان بود. خیلی که ما شما شاهد گشتیم فوتبال بازان جوانی که 14 15 16 سال داشتن به نهایت مهارت بلند نشان دادن و ما بهاگذاری نمودیم. یکی از آنها از دسته نواباد میرزاєв سمیرجان، یک افروبی بهترین فوتبال باز جوان. یا رسمی خاطروی و دویم ما به حساب گرفتیم یعنی که بهترین نشان زن در همین مسابقه بودن نفرایی که 3 گل 4 گل حتی شد، ولی بهترین اینها از دسته پاییناب با نظر مرحمت با 5 گل بهترین نشان زن. دیگر رسمی خاطروی هم دیگه و چی خیلی که ما شما شاهد گشتیم در همین مسابقه بدن حمایتگران بهترینه که مهارت بلند نشان دادن در همین جاده. یکی از اینها از دسته نواباد مرادov مهراور بهترین احسان. دویم یعنی که حمایتگری بهترین همین مسابقه سزاوار جای اول گشت این از دسته رامید یک بابا نظرов بابا مرادov دلیر مرحمت. و میرسیم به انجام یعنی که این سخنرانی چه خیلی که ما شما شاهد گشتیم به جای سیوم برای اشغال جای سیوم دسته های لنگر و با پایینو باید مقاومت می نمود. در همینجا دسته لنگر یعنی که با سبب های گوناگون نتونست آمده ما جای سیوم رو به دسته پایینو می دهیم. نماینده از دسته پایینو با توفه 300 سامانی احسان دسته پایینو. و جای دوم این چمپیونات را سزاوار شد دسته نواباد در حجم مکافات 500 سامانی مرحمت. بسانه دسته نواباد مرحمت. و فینالیست غالب مسابقه دسته رامید یک چمپیون جام رامید 2023 مرحمت در حجم مکافات 800 سامانه.
مخلصان تماشابینای فوتبال